سلام بر شما دوستان عزیز. امروز قرار بهتون آموزش بدیم که چطوری لانچر MTA رو نصب کنید و بازی GTA سان آندرس رو بهش بشناسونید و از طریق اون لانچر بتونید وارد سرور راکستار MTA بشید و پلی بدید. شما برای اینکه بتونید سرور راکستار MTA رو روی لانچر MTA پلی بدید نیاز به فایل های بیس اصلی بازی GTA سان آندرس نیاز دارید و همینطور لانچر اصلی MTA. برای اینکه بتونید این دوتا فایل رو دانلود کنید شما باید به سایت خود راکستار MTA یا همون rsmta.ir مراجعه کنید. بعد از اینکه مراجعه کردید میایین پایین در قسمت آموزش نحوه نصب بازی دوتا فایل براتون قرار داده شده که روشون کلیک میکنید و دانلودشون میکنید به این صورت و به این صورت دانلود میشه. اول باید فایل اصلی GTA رو دانلودش کنید، در قسمت مورد نظرتون درایو مورد نظرتون استخراجش کنید و به این صورت استخراجش میکنید و صبر میکنیم که کار استخراج به پایان برسه. بعد اینکه فایل بازیمون استخراج شد بعد بریم سراغ نصب لانچر خود MTA. برای اینکه لانچر MTA نصب کنیم نیاز به آدرس دقیق جایی داریم که فایلای GTA مون رو در اونجا استخراج کردیم. واسه همین میریم کپیش میکنیم و حتما توجه کنید که آدرس دقیقی باشه که فایلاتون رو کامل اونجا استخراج کردین و اون رو کپی کنید، نه اینکه برید یه پوشه قبلیش، دقیقا همون جایی که کامل فایل استخراج شده. بعد برای نصب این پنجره رو که براتون باز شد نکست میزنید، صبر میکنید که فرآیند کامل بشه. با قوانین MTA موافقت میکنیم، اینجا نکست رو میزنیم. اینجا از ما آدرس جایی که میخواد لانچر MTA مون رو نصب کنه رو میخواد. ما میایم در کنار پوشه GTA مون یه پوشه عقب‌تر آدرسش رو کپی میکنیم و اینجا به این صورت وارد میکنیم و نکست رو میزنیم. تو مرحله بعدی اینجا آدرس GTA مون رو میخواد که استخراج کردیم، فایل اصلی. همونطور که گفتم اون آدرس رو کپی میکنیم و دقیق اینجا پیستش میکنیم و صبر میکنیم که به صورت کامل نصب انجام بشه. همونطور که میبینید داره اینجا فایلا نصب میشه به صورت کاملا درست. خب بعد از اینکه به صورت کامل فرآیند نصب انجام شد اینجا ران MTA اگه تیکش فعال باشه و شما فینیش رو بزنید محیط لانچر براتون باز میشه و وارد لانچر میشید. اگر این تیک رو نزنید و فینیش رو بزنید میتونید به این آدرس مراجعه کنید که نصبش کردین و از طریق این فایل اگزه و این آیکون بزنید و وارد محیط لانچر بشین. خب ما تیک رو فعال میکنیم که وارد لانچر بشیم. خب بعد از اینکه همه این فرآیندها رو انجام دادیم و لانچر MTA رو نصب کردیم و شناسایی شدن فایل‌های GTA سان آندرس به درستی انجام شد، بعد از وارد شدن به لانچر MTA و وارد شدن به محیط با همچین صحنه مواجه میشیم که بخش ستینگ میتونید توی قسمت‌های مختلفش آودیو و قسمت‌های مختلف کاراش رو انجام بدین که بر اساس سلیقه خودتونه. الان برای وارد شدن به سرور شما باید از کویک کانکت یا از سرور براوزر فرق نمیکنه، از طریق جفتش میتونید وارد سرور بشید. در این قسمت بالا شما باید آدرس سرور رو وارد کنید که play.rsmta.ir و روی این قلب کناری کلیک میکنید که به فیوریتاتون اضافه بشه و هر وقت وارد محیط بشین اینجا در قسمت فیوریتا برای شما اد شده و میتونید وارد بشید. کویک کانکت، فیوریت و سرور اد شده. برای اینکه وارد شین دوبار روی سرور کلیک میکنید تا وارد سرور بشیم. در ابتدا اگه بار اولتون باشه یه حجم دیتا براتون دانلود میکنه که دیتای خود بازیه و خب صبر میکنیم که این دیتا ها تموم بشه. خب فایل های سرور دانلود شد و اینجا شما باید در اصل حساب کاربری خودتون رو بسازید و ثبت نام کنید. برای ثبت نام روی ریجستر میزنید و نام حساب کاربری خودتون رو وارد میکنید. این نام انحصاری شماست و بعد رمز اکانتتون وارد میکنید، رمزی که میخواید برای حساب کاربریتون بذارید. در قسمت بعدی هم همون رمز رو دوباره تکرارش میکنید و روی ریجستر کلیک میکنید و حساب کاربریتون ساخته میشه. برای ورود کردن روی لاگین میزنید و همون اسم و همون رمز رو دوباره وارد میکنید تا به حساب کاربری که ساختید وارد شید.
در ابتدا شما باید اسم واقعی خودتون رو وارد کنید. سن خودتون رو باید وارد کنید و قد خودتون. اینجا ازتون میپرسه که چجوری معرفی شدید به سرور فرق نمیکنه، ولی خب شما اگه بخواید رورال رو مشخص کنید، رورال 4 رو مشخص کنید. جنسیتتون رو مشخص میکنید. یه شماره تلفن باید بدید تا براتون کد ارسال بشه. به طور مثال یه شماره تلفنی وارد میکنیم تا برای ما کد ارسال بشه. خب بعد از اینکه وارد کردیم باید با قوانین موافقت کنیم و روی این کلیک میکنیم تا تایید قوانین برای ما انجام بشه و شما وارد سرور میشید. خب ما الان وارد سرور شدیم. همین ابتدا میتونیم اینجا یک دوچرخه رایگان کرایه کنیم و خودمون رو به جایی که میخوایم برسونیم. با F11 میتونیم روی کیبورد مپمون رو باز کنیم. یک سری CMD ها وجود داره. به عنوان مثال با زدن CMD /جایزه مقداری پول و یک سری از لایسنس ها رو دریافت میکنیم و جایزه خودمون رو میگیریم. برای برقراری با هلپر عزیز و گرفتن کمک از اونا میتونیم با CMD /help پنل هلپ رو باز کنیم، درخواست کمک کنیم، موضوعمون رو مطرح کنیم و توضیحات خودمون رو بنویسیم و با ارسال تیکت ارسالش کنیم. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه و براتون مفید باشه.